سلام بچه همگیتون خدا کنه که خوب باشین دیگه امروز فرصت پیدا شد که همین دوباره من این پلتفرم پلی را برای شما به معرفی بگیرم اگرچه من پروفایل خود از قبل آماده کرده بودم یک مشکل پیش آمده بود پس ویدیو می ریجکت شد دوباره پس سر باید من ویدیو خود آپلود بکنم و دوباره برشان روان بکنم خب همینجا یک فرصت است که من دوباره پس از شروع تا با آخر این پروفایل چگونه ساخته میشه دیگه یک فرم هستی باید خانه‌پوری شود ایره به آنتان به معرفی میگیریم اینجا وقتی که شما اکانتتون را ساین اپ گفتین در وبسایت پرپلی که رفتین ما وبسایت شما برای شما شریک میسازم دیگه اینجا که آمدین بالا ساین اپ که اونجا یوزرنیم و ایمیل تون که درج کردین قسمت about تا و پرایسینگ و یک فرم هستی را باید خانه‌پوری شود در قسمت about اینجا معلومات درباره خودتان معلومات ابتداییتان مثلا اسم تخلص از کدام کشور هستین مضمونی را که میخواین شما به تدریس بگیرین اینجا زبانهای مختلف هست شما میتونید که اکش انتخاب کنید من فارسی انتخاب کردیم شما تایپ کنید پروژن فارسی میای براتون باز انتخابش بکنین زبانی که مثلا شما گپ زده میتونین و میخواین که به اون زمان تدریس کنید اونا را اینجا میتونید که درج بگیرین یا کسی add another language میتونید که زبان سومی هم اضافه کنین برش مثلا من فارسی و انگلیسی یاد دارم انتخابش کردیم کسایی که مثلا ترکی بلد است پشتو بلد است ازبکی بلد است میتونید که او را هم اضافه بکنین او را میتونید که او را هم تدریس بکنین شما متوجه باشین که فقط یک زبان را تدریس کرده میتونین در یک اکانت به خاطر زبانهای بیشتر باید پروفایل های بیشتر بسازین خب اینجا نمبر موبایل است و هم آپشنال اگر دارین اضافه بکنین اگر اضافه نکنین هم مشکل نداره چون آپشنال است فقط اینجا کانفرم میگن که I'm over 18 برازو سیو و کنتینیو میگن که به مرحله بعدی بره مرحله بعدیش اینجا فوتو هست باید پروفایل فوتو انتخاب بکنین به خودتان اینجا معلوماتش به شما داده که پروفایل فوتویتان به چه شکل باید باشه بک‌گراندش سفید باشه عموما دیگه طرف کاملا دیده باشین دیگه کسی در پروفایل شما نباشه عکسان واضح صاف که معلوم شوه باید هم قسم یک عکس میگیرین و در پروفایلتان آپلود میکنین اینجا من حیث پروفایلتان معلومات چیزی داده سر تا بخور باز این انتخاب نظر به این عکس بگیرین و بانن بر در پروفایلتان سیو و کنتینیو میگیم مرحله بعدش مرحله اضافه کردن معلومات در قسمت سرتیفیکیشن هست کدام سرتیفیکیتی که شما دارین میتونین که سرتیفیکیت هایتان اینجا اضافه بکنین مثلا ما یک به طور مثال یک سرتیفیکیت از زبان فارسی اضافه کردیم نوع سرتیفیکیت ما مشخص نکرده میشه اینجا دیگه نام سرتیفیکیت ما فقط یک دیپلم است در زبان فارسی دیسکریپشن در مورد سرتیفیکیت معلومات داده ایشود بای از کجا سرتیفیکیت ما ایشو شده است ایرا انتخاب کرد نوشته کردیم اینجا معلومات شد و اگر سند هم دارم میتونمش که جا آپلودش بکنم اگر نباشه هم مشکل نیست فقط این معلومات اضافه کردیم بس کفایت میکنه اگر میخواین که بجی وریفای انتخاب شد در پروفایل شما بیا پس آپلود بکنین خوب است اگر نیست مشکل نداره شما میدونید که بیشتر از یک دانه سرتیفیکیت اضافه بکنین فقط add another بگین add another certificate میشه که سرتیفیکیت های بیشتر هم اضافه سیو و کنتینیو میگیم که به مرحله بعدیش بره مرحله بعدیش اضافه کردن معلومات قسمت درباره ایژوکیشن شما هستن از کجا مثلا شما فارغ هستین یا که کدام دیپلم درباره قسمت ایژوکیشن اگر شما داشته باشین میدونید که اون معلومات همینجا اضافه بکنین ما اینجا مثلا دیپلم خود معلومات درباره دیپلم اضافه کردم مثلا از یونیورسیتی که فارغ هستم دیگری که دارم و اسپشیالایزیشن ما در کدام زبان هست فقط معلومات درباره از جایی که فارغ هستیم سیو و کنتینیو میگیم که به مرحله بعدی برم مرحله بعدی دیسکریپشن شده از پروفایل دیسکریپشن است قسمت دیسکریپشن درباره خودتان و تیچینگ میتود شما که به چه شکل هست اینجا معلومات میدین اینجا introduce yourself خودتان به معرفی میگیریم تیچینگ اکسپریانس ما تجربه کاری که دارین شما شما اینجا اضافه بکنین موتیویشنال اسپیچ است
اینجا میشه که مثلا اه، کدام اه، متن انگلیسی که دارین در قسمت درباره شاگرد اگر بگین برشان میشه که اینجا اضافه بکنین نشه. و دیگه هدلاین همون چیزی هست که کسی که پروفایل شما را ببینه اولین جمله که نوشته باشه اینی هست. میشه که را باز یک دقیق تر و خوبتر نشه که نگون چیزی که مثلا هدلاین شما باشه. ما جای نوشته کنیم ready to speak Farsi let's make it happen together. یک پروفایل من هدلاین انتخاب کردم خودم شما هم نظر به زبانتان شما میشه که انتخاب کنین هدلاین هم. میریم به مرحله بعدی. مرحله بعدیش اضافه کردن ویدیو هست. ویدیو را شما بگیرین باز ویدیو را که ریکارد کردین از خودتان اینجا ویدیو رو معلومات شده درباره شما دربارش گفته که شما چه قسم ویدیو باید آماده بسازین چیزایی را که باید در نظر بگیرین این گپ ها هست اینجا نوشتگی هست دیگه ویدیوتون باید از 30 ثانیه بیشتر و از 2 دقیقه کمتر باشه درباره تیچینگ اکسپریانس تون باشه درباره از اینکه مثلا شما کدام زبان درس میدین همین قسم یک ویدیو از خودتان میگیرین دم دو نقطه ویدیو را که من قبلا گرفتم دو نقطه را از ما چی کرده بود ریجکت شده بود به خاطر دو موضوع یکی بود که ویدیوی من شک خورده بود تکانک خورده بود بالا پایین رفته بود از او خاطر و دومی که من نام خود گرفته بودم در ویدیو باید نام گرفته نشه نام مکمل البته گرفته نشه اگر من یک فتن یک اسم خودم میگفتم مشکل نداشت مکمل من فول نیم گرفتم شما گوش کنید که نام نگیرین خوب است بار از ویدیو تان در یوتیوب یا یگان اینجا یک ویمو یک پلتفرم دیگه هست اینجا میتونید که ویدیو تان آپلود بکنین با لینک شو آورده اینجا اینزرت لینک که گفتن اینجا باز جای لینک می شما اینجا پیست بکنین لینک شو باز ویدیو تان در قسمت می بعد از اینکه ویدیو تان که آماده شد باشه دوباره من ویدیو خود دوباره پس از سر آپلود بکنم اینجا اینزرت لینک که گفتن قسمت لینک می من لینک کپی بکنم لینک ویدیو ما هست چون نشده رس Hi there. How is خب ویدیوی من قبول کرد اگر رفرش کردم سفرم این حالا سیو و کنتینیو میگیم سیو و کنتینیو گفتیم در قسمت میاد در قسمت اویلیبیلیتی که تایم زون خود انتخاب میکنیم اول در بالا تایم زون که انتخاب کردیم مثلا از هر کشوری که هستین شما میتونید انتخاب کنین تایم زون خودتون بار از او اینجا پایین تر از او اسکیجول شما مثلا در کدام تایم ها شما مثلا اویلیبل هستین دیگران میتونن که تایم بوک بکنن مثلا از منده گرفته تا به سنده ما تایم ها را اسکیجول کردیم یعنی همه روزه ما به کسایی که در پروفایل ما تایم بوک میکنن ما آماده هستم یک هم تگ اسکیجول در خودتان جور بکنین و قسمت اویلیبیلیتی تان پورا میشه بعد از اون میریم سیو و کنتینیو میگیم در مرحله بعدیش که قسمت پرایسینگش میشه مثلا شما از هر 50 دقیقه مثلا شما چقدر هزینه میگیرین از شاگردای شما مثلا ما از 50 دقیقه $5 که مثلا تقریبا 3.5 افغانی یا 400 روپیه میشه که ما از شاگردای خود عرض میکنم از هر 50 دقیقه شما میشه مثلا نظر به از اینکه تجربه شما